بله هر چی که باشی تلویزیون ایکس ویژن. توپ خودش خورد، درست مشروطش کردم ولی توپ خودش خورد چون پیش میاد دیگه. تا دیر نشده تلویزیون تو بیمه کن. مانا شما رو به دیدن این برنامه دعوت می‌کند. گذاشتم زمین اومدم تو بازی. بهلاین با آقا شروع میشه بعدش دیگه دعوا میشه. ببین اگه به شیوه آقای مهری میخواین بازی کنین با احترام شروع کنین که به فحش کشید. با دشمنان مروت با دوستان مدارا. برعکس این اون مافیا بشه من میفهمم. اونو که در مورد تو منتظر هستم. مافیا زنجیری نامرئی است که آزادی اندیشه را به اسارت میبرد، اما نیروی حقیقت و دانش سرانجام این زنجیر را خواهد گسست. DNA من در حال شکل گیری است، آماده برای گرداندن صحنه‌ای که به زودی آغاز خواهد شد. بازی شروع می شود و من کسی هستم که قواعد را تعریف خواهد کرد. سلام علیکم. ارادت. بفرمایید. خب حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ احوال شما چطوره؟ خیلی خوش آمدید. سرکار خانم. جناب آقای ارادت. خوشحالم می‌بینمتون. خب من در این جمع افتخار همکاری با 3 نفر از دوستانم داشتم. آقای شهرام خان قائدی، خانم شریفی نیا، سام عزیز و اینکه خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. بل کلاسیکو خوش آمدید. البته صدای من در مقابل صدای آقای نیطاهر مظلومی که پخش شد هیچی نیست، ولی به هر حال توی لوله پولیکای انقدی در میاد صدایشون. شما با صدا بیشتر آشنا هستید. قربونت برم. چاکر. خودش مافیاست. بابا باریک. آره. خیلی مرسی. بله.
عرض به حضورتون که این بازی سناریوش توسط دوستان بنده نوشته شده، بسیار سناریوی جذابی داره، اشکالاتش توسط هوش مصنوعی گرفته شده، امکان تقلب توش وجود نداره مگه اینکه خیلی اصرار داشته باشین توش تقلب کنید. و اینکه به خاطر همین جذابیتش بچه‌ها در واقع بیننده این مسابقه خواهند بود. برای همین خواهش میکنم این چالش و این جنگ رو در کمال ادب و احترام و نزاکت برگزار بفرمایید. فکر کنید خانواده خودتون پای تلویزیون نشستن، یه دستی بزنید به افتخار خودتون. مادر خودتونم دیگه. و اینکه چالش رزرو نکنید و سر صحبت من سر صحبت خوش به حالت فاتی. با اعلام من شب خواهد شد. ماسک‌ها رو بزنید، بچه عینک ها رو تا ته بچسبونید، اگر مال کسی نمیچسبه با دست نگه داره باز نمونه عینک. اون یکی قبل برای و حستو همه بذاری سریعتر. خب موسیقی بره، موسیقی رو داریم، با لایک به من نشون بدین. صدای منو داریم، با لایک نشون بدین. زیر پاتون میلرزه؟ خوبه؟ پس بخوابید. با اعلام من وارد فاز شب میشیم. با اعلام من روز میشه با شمارش من. الان نه. 5 4 3 2 1. هدفونا رو اول بردارین. پذیرایی شروع شده برای همه اقساط. شربت رو بردن، اگه قندتون افتاد شیرینی هم میارن. سر صحبت جناب آقای قائدی 1 دقیقه هر نفر. اینجا تایمر داریم، از 3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه شروع میکنه بوق زدن. من دیگه نگم کلام آخر و اینا، تمومش کنید، خودتون این بازی رو تموم کنید. بفرمایید. به نام خدا. سلام به رفقای عزیزم و همکاران محترمم. خدا رو هزاران مرتبه شکر که یه فرصت دیگه دست داد روی ماهتون رو ببینیم. به 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 این همه آدم خوشتیپ، به 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 این دکور، به نور، به این گاد جذاب. مرسی، قربونتون برم. خیلی خوشحالم در کنار شما هستم. انشالله که بازی خوبی باشه که هم خودمون کیف کنیم، هم بیننده که توی خونه داره ما رو میبینه لذت ببره. خب من سر دست هستم. یه تارگت یا اتهام میزنم به آقای سعید مهری، یه تارگت تقدیم میکنم خدمت خانم حدیثه و یه اتهامم به آقای علیپور تا ببینیم چی میشه. متشکرم. سلام بچه ها، شیدا یوسفی هستم. خیلی خوشحالم دارم با تک تکتون بازی میکنم. میخوام یه تشکر ویژه بکنم از کارگردان و تهیه کننده خیلی خوبمون که توی این مدت ما رو دور هم جمع کردن. امیدوارم یک بازی خیلی خیلی خوب در کنار هم داشته باشیم. براینده آقای قائدی بمونه برای فردا. از این ور میخوام تارگت بزنم به آقای نیما، خانم حدیث و آقای مازیار که این اولین باره دارم هاشون بازی میکنم. به چرخ تا ببینیم چی میشه. عرض ادب. سلام، سعیدم. خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. امیدوارم یه بازی خیلی خوب داشته باشیم، یه بازی با فکت و تیمی که شایسته باشه ان شاءالله ببره.
بازی ران نشده اونجوری که باید. میخواین رانشه؟ نه ران کنمون اومد. من برایندی ندارم، تارگتم نمیزنم. ای بابا بزن دیگه. منتظرم بشنوم حرفا رو، فردا بهتر حداقل با فکت میتونم تارگت. تشکر می‌کردیم از خانم. بریم کار بعدی. قربون شما، خیلی خوشحالم دوباره کنارتون هستم. سلام عرض میکنم، ملیکا شریفینیا هستم. خیلی خوشحالم با تک تکتون بازی میکنم. آقای قائدی، شما سر دست هستین. من برایند شما رو میذارم برای فردا، ولی شیدا یوسفی عزیز دلم، شما یک تارگت مشترک با آقای قائدی داشتین، نمیتونین برایندش رو بذارین برای فردا. باید اعلام موضع میکردین در رابطه با آقای قائدی. و بدتر از شما سعید مهری که در سیت 3 این مسئله رو به عنوان یک پلیر درجه 1 نمیبینه و تارگتی نمیزنه و بازی رو ران نمیکنه. من به عنوان سیت 4 موظفم بازی رو ران کنم. یک تارگت میزنم به شیدای عزیزم، یک تارگت به سعید مهری و فیلینگی ترجیح میدم نزنم، صحبت رو بشنوم، فردا درباره پلیرها نظر بدم. ممنونم. سلام دوستان. سلام. خیلی خوشحالم باهاتون بازی میکنم. اگه دقت بکنید عینکم و پشتم و همه اینا سته. بچه من دست راستم، خب یه چپو نیارم، این ساعتم هم سته. دیدیم. یه حسادت ریزی هم به آقای سام میکنم، پشتش یه مدلی بسته اصلا من نمیدونم. کاش میتونستم اونجوری ببندم. این مافیاست. آقای شهرام قائدی برایندش برای فردا، خانم یوسفی برایندش برای فردا. سعید مهری به نظر من تارگت نزدنش فکتش میشه. حالا خاصی بازی رو رام بکنی یا هر چیزی، من تو رو تارگت میکنم. خانم ملیکا، چیزی که فکتی که برای خانم شیدا آوردی رو باز من قابل قبول نیست برام. یک نفر رو برایندش گذاشته برای فردا، یک تارگت مشترک هم زده. من احساس میکنم که شما دنبال فکت بودین سر این قضیه، درسته؟ من اجازه بدین شما هم تارگت بکنم. متشکرم. یه تارگت هم علی لوراسفی عزیز. هنوز چی نشد بشین. خب سلام، خیلی خوشحالم که اینجا کنارتونم. حدیث محمدپور هستم. یه کوچولو باهاتون حرف بزنم. دیدیم وقتی آدم دندون درد نداره بهش رسیدگی نمیکنه، بهش نمیرسه، ولی وقتی دندونش درد میکنه شروع میکنه به رسیدگی کردن بهش، دیگه اون موقع فایده نداره چون اون دندون خراب شده. یه کار نکنیم تو این بازی تحلیل درست کنیم، یه کار نکنیم که بعداً از هم دیگه بعد بازی معذرت خواهی کنیم. خب بریم سراغ بازی. آقای قائدی برایندشون باشه برای فردا، خانم یوسفی برایندشون باشه برای فردا، آقای مهری خودشون میگن که بازی ران نشده و ما حالا بازی رو با شما ران میکنیم. یه تارگت میزنن به آقای مهری. خانم ملیکا هم یه تارگت اجازه بدیم به شما هم بزنن، به این دلیل که داشتین برای شیدا جان خب گفتن برایندشون برای فردا، یه دونه هم تارگت مشترک باشون زدن. به نظرم خانم شیدا مشکل خاصی نداشتن. یه تارگت هم به خانم ملیکا میزنم. آقای نیمات کاملا فکرشون شبیه من بود. تا اینجا برآیند بازیم با ایشون یکیه. سلام علیکم بچه‌ها، خیلی خوشحالم کنیم. امیدوارم که بازی پرفکت و خیلی باحالی باشه. خیلی خوشحالم کنار تک تکتونم. برآیند شهرام عزیز برای فردا، خانم شیدا برای فردا. سعید بزن تارگت رو به من، نمیدونم چرا نمیزنی. یه رو نگاه کردی تو صورت من سعید. نمیدونم، ببین تو پلیر خیلی خوبی هستی، تو می‌خواستی تارگت نزنی که تارگت بخوری. نمیپسندم این بازی، به خاطر اینکه یه عالمه محتوا میدی به بعد از خودت. اگه مافیا نشسته باشه میتونه در مورد تو صحبت کنه، نصف صحبتش هم در مورد تو میشه. چی سعید؟ حالا من یه تارگت بهت میزنم که بازی ان شاءالله رام بشه. خانم ملیکا بعد شیدا چی؟ خانم شیدا بعد چی میگفت به نظر شما؟ اگه دو تا تارگت مشترک داشت باید میگم من باید بازی میکنم، اگه تارگت نداشت باید تارگتش میکرد، باید برندش بذاره برای فردا. فک سازی کردی، به نظرم شما میتونی کارت سیاه بکشی. نی منافع، تو همه اینا رو گفتی، تارگتت به من رو بعداً باید توضیح بدی. ولت نمیکنم. قلبی که تارگت نمیزنن که قلبی کاور میکنن. بفرمایید. من شما رو توجه. بفرمایید. سلام علیکم. ماشاءالله. سلام. مازیار مهرگانم. ازتون درس بزرگی میگیرم در بازی و در زندگی. خیلی خوشحالم که در کنار شما اساتید هستم. بهتره که
با این صدا باهاتون صحبت کنم و ازتون خواهش کنم که تارگت دلی من رو بپذیرید و امیدوارم که زیست شهروندی رو همینجوری در بازی ادامه بدیم و بتونیم مافیا بندازیم بیرون و حالمون خوب بشه دیگه. که نمیشه واقعا. و اینکه خانم فاطیما بهار مسخره است. دورت بگردم عزیزم، من شما رو ول نمی‌کنم. یه دست درست درمون به افتخار فاطیما بهار مس بزنید. جای آقای فرزاد هستن. اونقدر واسم مافیا هستی که نگات کنم سرجات بیشونمت. اب نداره. دور همتون بگردم، بازی قشنگی میشه قطعاً. سرکار خانم فاطیما بهار مس و جناب آقای کی گفتم اول؟ علی. بفرمایید. کاور دلی. کاور دلی؟ چی؟ شما رو دارم. آها من کاور دلی؟ نه تارگتی. بله. سلام عرض میکنم. من سامی نوری هستم. بعضی وقتا هم ارجنگ امیر فضلی هم، ولی خب چرا؟ سامی نوری همونجوری. اینقدر اتفاقات عجیب غریب افتاد که من باید خیلی سریع برم. اول اینکه خانم شیدا، من موافقم که چرا تارگت مشترک دارید، برام جذاب بود. ممکنه خواهش کنم توضیح بدید، برای من مشکوک میشید. آقای سعید مشکوک، تارگتی نداشتن، از شما بعید بود. خانم ملیکا خودشون آقای سعید میگن چرا تارگت نزدید، یه دونه کم داشتید تو تارگتاتون. آقای نیما همینطور یه دونه کم داشتن، بعد شما به خانم ملیکا رو تارگت میکنید، تارگت ایشون هم تارگت میکنید. برام خیلی چیز بود، عجیب بود. خانم بله آقای نیما، خانم حدیث هم همینطور ندیدن هیچ کدوم از فکتای قبلی رو، یه تارگت کم داشتن. آقای علی لوراسبی یه تارگت کم داشتن. آقای مازیار هم یه تارگت کم داشتن. من همه جا عجیب بود. تارگت های من آقای سعید و خانم ملیکا. بفرمایید. اما ارجنگو بنویس. آقای سعید، خانم ملیکا، همین شیدا نه و دیگران. متشکرم. دوستان عزیز سلام، خیلی خوشحالم تو جمعتون حضور دارم. علیپور هستم، کوچیک همه شما. امیدوارم یه بازی خیلی خوبی داشته باشیم و در نهایت شهروندا بازی رو ببریم. خب من برآیند آقای شهرام عزیز رو میذارم برای فردا. خانم شیدا عزیزم، این حسی که من داشتم این بود که بازی درستی انجام داد، برعکس این که خانم ملیکا گفت برآیندش گذاشته واسه فردا، یه تارگت مشترک هم باش گذاشته. ایشون هم میذارم واسه فردا. سعید مهری تارگت نزد، اینکه همه بهش تارگت زدن بازیکنی هم نیست سر دست، یعنی تو سیت سوم بشینه مافیا باشه اینجوری صحبت کنه، ولی به دلیل بازی که شروع کردی و تارگت نزدی به تارگت میزنم. خانم ملیکا، شما این فکت رو از شیدا گرفتید و تارگتش کردید، شما رو هم تارگت میکنم. نیما عزیزم ازش حس شهروندی گرفتم، حدیث هم حس شهروندی گرفتم. آقای علی راسبی جنبندی شد، ببخشید، حس شهروندی گرفتم، ولی دقت میکنم به اون جمله‌ای که گفتی راجع به نیما و آقای مازیار که این همه سیتو ندید و تارگت زد، ایشون هم تارگت میکنم. بفرمایید. سلام. من فاطیما بهارم هستم. خیلی خوشحالم بی نهایت که دارم باتون بازی میکنم. من عاشق تیمم، چه در رول مافیایی چه در رول شهروندی، به خاطر همین خیلی از نقش مستقل خوشم نمیاد. من شهروندم، دلم میخواد که آخر این بازی شهروندها خوشحال باشن. حالا این خوشحالیه چجوری به دست میاد؟ با تعامل و گوش دادن به هم دیگه. من در مورد آقای قائدی و شیدا فعلا امروز توش مافیا ندارم. در مورد سعید مهری، سعید باید تارگت بخوره، خب اما من خب خیلی میشناسمش. به نظرم سعید مهری مافیایی با سناریویی وارد میشه، یعنی میتونه یک سناریو همینجا بچینه یا میتونه اصلا خیلی سیف رد بکنه، 3 تا تارگت اون بر بزنه و بره جلو. در صورت یاغی رو بسپاریم به من. من فردا در مورد سعید موزم رو میگم. امروز نرسیدم که مافیای این بازیه. ملیکای عزیز من هم موافق اون فکتی که شما در مورد شیدا گفتی نیستم. به نظرم یک فکت سازی بود و میتونستی اصلا فکت رو نگیری. به نظرم تارگت به سعید تارگت درستری بود اگه این کار میکردی. در مورد شما نظری ندارم. آقای مهرگان عزیز، من با شما بازی نکردم تا امروز، ولی فکر میکنم که در مافیا اصولا شما باید ابتدا کسانی رو تحلیل بکنین که صحبتاشون رو شنیدید، نه کسی که انتهای دست نشسته.
آقای نوری عزیز، تارگت به سعید مهری و ملیکا شریفینیا همزمان اونجا وقتی این همه اتفاق افتاد غلط این باکسینگ. من با آقای نوری هم نگاه میکنم. متشکرم. خب ماسک‌ها رو بزنید، میریم برای معارفه. تلفن‌ها رو هم بذارید، صدای موزیک بره. موزیک رو دارین لایک نشون بدین. لرزش کف صحنه، صدای من. خب وارد فاز شب میشین. چرچیل بازی لشکر یک نفره بیدار شه. معاهده شما با گرداننده متوجه شدم. بخواب. چاپلین بیدار شه. دو عملیات بر روی یک نفر. دیدم. متشکرم. بخواب. خانواده اسکوبار بیدار شد. اسکوبار، خوان، بلانکو. میتونین وارد خونتون بشید، مشورت کنید و تایم هم 3 دقیقه زمان دارید. بفرمایید. فقط من بلان کنم. تو چی؟ من چیزم خوانی. ببین بیا چرا نمیاد؟ میاد الان. ببین چقدر بد بازی کرد ملیکا. ببین نداره اصلا نگران نباش. فقط میریم رو مازیار سام. ببین اینا روشون فکر میشینه. مازیار سام یکی دیگه. بیا عشقم. ابی نداره اصلا نگران نباش. نگران نباش. من به حسین مهری تازه زدم. 5 نفر 6 نفر که نوشتم به چالش میگم چه داریم چالش بدم. مازیار عشقم، مازیار فقط رو مازیار شارژ میکنیم چون روش مازیار رو شارژ میکنیم. امشب دیدیم که اصلا نشده. نگران نباش. شما دوتا میتونید زرگری بزنید ولی رأی ندید. میگم باشه من رأی ندید. وایسا زرگری زدیم رأی ندید. فقط فقط تو فکتشو آروم میاری، اون یکی ها رو میکشی بالا. اوکی. ببین من به تو میزنم تو هم بزن، ولی اول تو رو میگم که ذهنشون فراموش کنه، بعد میریزم رو آفرین. میریزی رو مازیار. من میگم که بچه‌ها من وقت همینه که من اگر نفر دوم باشم برای چیز بشه نمیگم برای انتش میگم یه روز باهاش بازی میشه و تمام آدم‌های بعد از من سعید مهری رو تارگت کردم. من با سعید ولی بازی میکنم. من اونای دیگر رو چه میگم من سعید مهری رو تارگت کردم. این بازی هم ازش همه رو تاچ نکن. نه همه رو ولی اسم میارم که این آدم‌ها منو تاچ کردن. نکن. ببین میگم برای چی این همه آدم منو با تارگت کردن. بپذیر. من میگم باشه من میگم اشتباهمو درباره شیدا میتونم بپذیرم ولی نمیتونم بپذیرم که شما من رو با تارگت هم که اولین کسی که در روی سعید مهری حرف زد من بودم. باید بگی باید به من موضع بازی بدی. باید این همه تارگت خوردم روز اول. 1 دقیقه زمان داری. 1 دقیقه. سعیدو کمتر بکو، کمتر چون بازیش خوبه. عشقم تو اسکوباری به هیچ عنوان نباید بری بیرون. سامم من بلان کنم. من بلان کنم. خب بچه شهر ساده رو پیدا کنیم. من فکر میکنم مازیار رو امروز میدیم بیرون. مازیار قطعی امروز بیرون. روی سام نوری ترای میکنیم. روی سام نوری ترای برگردید. ترای کرده که مافیا بخوابه. خب
با شمارش من وارد فاز روز میشیم. 5 4 3 2 1 بفرمایید. سکوت کنید. این میدونین که این برنامه خیلی به تسلا مربوط میشه. ویبرر هم قطع کنید. آقای مهرگان بیدار شین. آقا خوابتون برده؟ آقا بفرمایید. آقا جانم بفرمایید. بله. خب این برنامه یه ربطی به تسلا پیدا میکنه. ماشین نه، اون یکی تسلا. هر روز برای من یه نامه میفرسته، یه نکته رو یادآوری میکنه. براتون میخونم، دقت بفرمایید. میگه این بازی به ما یاد میده ناامیدی آخرین چیزیه که باید بهش فکر کنیم. برای حذف نشدن از هر صحنه‌ای باید تا آخرین لحظه تلاش کنیم. کارت ها همیشه غیر قابل پیش بینی هستن. سر صحبت شهرام 90 ثانیه تایم ترنتونه. 2 چالش 45 ثانیه. دوستان چالش میل داریم؟ بله خانم شریفی بفرمایید. خیلی ممنونم بچه‌های عزیزم. من اولین آخه خیلی برنامه من آره راست میگی رفتم تو کودک شو. من اولین کسی بودم که به آقای مهری تارگت زدم. من سیت 4 هستم. تارگت شیدا رو هم وقتی من سیت 2 هستم درباره سیت 1 وقتی باهاش تارگت مشترک دارم اعلام موضع میکنم. اگر اشتباه کردم منو ببخشید. میتونم حرفای شیدا رو بشنوم و ازش دندقب بگیرم. ولی درباره آقای مهری، آقای نیما، حدیث، علی لهراسبی، آقای نوری، علی پور من رو با سعید مهری تارگت کردن. یعنی من رو با تارگتم تارگت کردن. الان به من بگین با این همه زبدری که زدم چی کار کنم؟ بفرمایید. خب خیلی مخلصیم. من به نظرم کار خیلی فالشی نکرد شیدا. به نظر من چیزی نه. دوستانم که گفتن درست و به جا بود. در سیت 2 آقای مهری میگه بازی ران نشده و میخوای براتون ران کنم، بعد میشینه میگه نه تارگت نمیزنم. من فقط نگاه میکنم، چون به قول علی پور ممکنه که بالاخره بتونی به ما کمک کنی و داستانی پشت این اتفاق باشه. بالاخره شما اولی معترض بازی، ما باید به تو نگاه کنیم. نه ببین ایشون یه کاری کرده، شما این کار دیدی، من اونو لایک میدم، ولی به فکت مجزا روی شیدا من نگاه هم به شما هست. تمیز بازی کردی علی لهراسبی عزیز، تمیز بازی کردی. مازیار جان خیلی هنرت تو حلقم خیلی هم خوشمزه بود، ولی این حد از آشفتگی که تا اینجا که حداقل 3-4 تا فکت مشخص نیمه درشت، حالا نمیگم خیلی پخته، اومده حرفی نمیزنی و لای شوخیات میگی که بالاخره هم من نفهمیدم که این کاور دلیه علیه یا خانم بهارمست. مشخص هم نه، اول به ایشون نسبت داد. اینا شما رو من تارگت مستقیم میکنم اینجای کار. شما هم به شدت آشفته بود، نفهمیدیم، به همه تارگت زدی. به نظرم هر دو عزیز هم بلایند تمیزی داشتن. بفرمایید. خب بچه کسی چالش میخواد؟ آقای سعید، این که شما تارگت نزدی، از اینجا به ترتیب شروع میکنم، واقعا تکلیف بازیت برام روشن نمیشه، یا خیلی سیاهی یا خیلی سفیدی، ولی به حرف خانم فاطیما اکتفا میکنم امروز بازی رو ببینم چی داری بگی. اگه سفید باشی قطعا باهات بازی میکنم، اگه نه دیگه با هم میریم توی داستان. ملیکا جون بچه ها کامل به توضیح دادن. امروز بازی رو به شما موضع بازی میدم، ولی خیلی حرف غلطی بود. خب من گفتم برآینده ایشون برای روز بعد و یه تارگت مشترک هم باهاش خانم حدیث رو داشتم.
آقای نیما شما یه تارگت مشترک گذاشتی با ملیکا، ولی خب آقای سعید خیلی چون حرف نزد نمیدونم امروز چی میخواد بگه. شما رو نگاه میکنم، راجع به شما حرفی ندارم. تارگت من شمایی. انتظار داشتم الان از من چالش بگیری چون شاید زمان زیادی میخواستی توضیح بدی. شما تارگت تو از نفر آخر آقای لهراسبی شروع کردی، این همه آدم حرف زدن، بعد راجع به خانم بهارمست درسته که خیلی طنازی کردین، خیلی هم خوب بود، و تارگت دوم سفت من خانم ملیکا هست. شما با این توضیحات و آقای نوری، بچه‌ها همه راجع به من حرف زدن، توضیح دادن، انتظار نداشتم شما اونجای بازی دوباره همین سوال ملیکا جان رو تکرار بکنی و شما خیلی تارگت زدین، یک عالمه تارگت زدین. من، آقا سعید، آقا نیما، حدیث، آقای لهراسبی، آقای مازیار. چالش بفرمایید. عرض کنم که من به همه تارگت نزدم. من تارگتم خیلی 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 مشخص بود. اگه دقت می‌کردین گفتم که آقای سعید، سرکار خانم و خانم ملیکا. این تازه تارگت هم نه، مشکوک عرض کردم، ولی فکت ها رو گفتم که چرا یه دونه کم داریم همه تا اینجا. این صحبت من بود. من به کسی تارگت مستقیم نزدم، من گفتم مشکوک من هستم، ولی فکت‌ها رو بعد میگفتم دیگه، نه بعد میگفتم. اگه شما ناراحت شدید که من چرا فکت‌ها رو گفتم؟ خب کسی به غیر از خانم شریفی نیا کسی بین سیت 1 و 2 مافیا داشت؟ نداشت. خب منم نداشتم. درسته؟ شهروند باید خوشحال باشه دیگه، منم فیلینگی بهش تارگت نزدم بره زیر فشار. خب ولی خانم شریفی نیا شما فکت سازی مدلی داره دیگه. شما فکت ساختین واسه خانم یوسفی، بعد سر اون منو تارگت کردید، درسته؟ حالا نیما چی کار کرد؟ بعد فیلینگی نزدم بده، به من سر همون تارگت زدین دیگه. شما هم که فیلینگی نزدید، اینم فکت دوم. بعد آقای نیما چی کار میکنه؟ شما که حرف جفتمون رو شنیدی، خانم شریفی نیا فورسش هم گذاشته رو من، درسته؟ چجوری خانم شریفی نیا رو با من توی باکس میذاری؟ حالا تا اینجا کار خانم حدیث هم این کارو کرده، ولی شما کارت خانم یوسفی رو دخیل کردی تو بازی. شما گفتی ایشون شهروند یه تارگت مشترک داشته، ولی خانم حدیث گفته که نه، میتونسته باشه. اصلا نفر اول آقا 3 تا تارگت مشترک داره، اصلا 3 تا تارگت مشترک هیچی نداره، فیلینگیه. نفر دوم فیلینگیه. این فکت متقن نیست. آقای نوری و آقا مازیار عزیز، با شما فقط میخوام دیالوگ شهروندی کنم. اگر شهروندی شما امروز احتمالاً زیاد تارگت بخورید. شما چرا؟ چون تحلیل نکردید جفته. گفتین که یه سری پلیرها 2 تا تارگت زدن سر همون، بعد شما آخر کار خودتون همون کارو کردین، گفتین من و خانم شریفی نیا، درسته؟ پس فعلا فقط باهاتون من دیالوگ میکنم. شما باید تحلیل میکردین این رو، ولی بازم با شما فعلا دیالوگ میکنم. من فعلا منتظر صحبت‌های نیما و خانم شریفی نیا رو بشنوم. بفرمایید آقای مازیار. خیلی ممنون. در شب بلایند، در روز بلایند من نبودم اصلا. آقای فرزاد حسنی عزیز دلمون با خانم فاطمه بهارمست اصلا مشکل داره، اصلا من کاری نکردم تو بازی‌ها. دیدم چالنجاتون رو و کاور دلی آقای معجونی، آقای لهراسبی. اصلا من الان میخوام تازه بازی کنم، الان میخوام شروع کنیم ببینیم که برنامه چیه. جناب مهری عزیز، مونده بود رو دلم، یکم مشکوک بازی کردی روز بلایند و قربون سرت برم. من استقلالی گذشته و پرسپولیسی فعلی همش تو آشیه. بله. جناب آقای نوری عزیز، شما خیلی عجیب و غریب یک سری تحلیل آوردین و گفتین که کسی چیزی نگفت، یه دونه آورد. من به شما مشکوکم و خود آقای مهری عزیز. متشکرم. خب آقای قائدی به من تارگت زدین، آقای مازیار، ولی چون آقای مازیار رو دارید، من الان هم آقای قائدی هم شیدا یوسفی که باشه، من بله درسته فکت متقن نیست بچه ها، من عذر میخوام، خیلی دارم تارگت میخورم فکر میکنم، یعنی یه خورده ذهنتون رو تغییر بدین. من فکت متقن نباید میزدم، شیدا رو من به این سفتی که آقای مهری رو تارگت کردم که شیدا رو تارگت نکردم. الان آقای مازیار، آقای نوری، باهاتون کار دارم و همچنان که با شما کار دارم. آقای مازیار، شما الان
درباره آقای مهری صحبت میکنید. شما دیروز صحبت‌های آقای مهری رو شنیده بودید. شما نبودین، آقای معجونی بوده، آقای حسنی بوده. به هیچ عنوان نمیپذیرم. دیر بیدار شدنتون رو به هیچ عنوان نمیپذیرم. و وقتی توی سیت 8 نشستین شما نمیتونید 2 تا تارگت داشته باشین، یه تارگت داشته باشین، یه کاور دلی کسی که صحبت نکرده رو تارگت داشته باشین و آقای لهراسبی کاور دلی کنین. یعنی در واقع شما تو سیت 8 یک تارگت داشتین، نه 2 تارگت. آقای نوری در سیت 8 کسی که 2 تا تارگت یا 1 تارگت داشته رو شما میتونین محکوم کنین، نه در 4 نفر اول بازی. آقای مهری، من درباره قبلیای خودم صحبت کردم، گفتم فیلینگی نمیزنم. شما صحبت نکردین، گفتین فیلینگی نمیزنین. این فرق ما 2 تا بود. حالا صحبت خانم بهارمند قبل شما هر جوری که دوست دارید، هر جور شما بگید. بفرمایید. خب آقای مهرگان عزیز، شما بسیار شیرینید، اینا رو همه رو بذاریم کنار. خب امروز بازی سعید مهری اومده گفته من میخوام با شما 2 نفری که قبلش هر کسی صحبت کرده شما 2 نفر رو با هم تارگت کرده، گفت من دارم دیالوگ شهروندی باهاتون میکنم. بعد شما تارگتتون میشه اون کسی که اومده اون موجی که اگه شما شهروندین و دارین پوش میشین شکونده و آقای نوری. من بنظرم آقای مازیار مشکوکن در این بازی. یعنی من فکر نمی‌کنم آقای نوری و آقای مازیار با هم مافیای بازی باشن. اگر یک مافیا اونجا باشه به نظرم آقای مهرگانه. خب از خانم شیدا شروع میکنم. خانم شیدا، به نظرتون من مشکوک بودم ولی خانم حدیث نبوده؟ ما که جفتمون تارگت همون یکی بود. من آقای سعید مهری رو به جرم تارگت نزدن تارگت کردم، ایشون رو به جرم فکت ساختن برای شما، یعنی 2 تا فکت مجزا براتون آوردم. پس این نمیشه باکس. آقای سعید مهری اینجای بازی فهمیدی من مشکوکم. آقای سام نوری که خانم ملیکا رو میزنه، شما رو میزنه، خانم شیدا هم میزنه. کجا؟ روز 1، نه تو روز بلاین. روز بلاین که همه رو اومد فکتش آورد. تو روز 1 دوباره تاکید کرد، گفت خانم ملیکا و 2 تا تارگتاش و ایشون باهاشون چیز دارین، دیالوگ شهروندی دارین و مشکوک بازی من میشم. آقای مهری نه نمیشه. من به نظر من آقای نوری مشکوک بازیه. خب نه، آقای نوری مشکوک بازیه، آقای مهرگان مشکوک بازیه، ولی از آقای سعید مهری هنوز شهری ندیدم. من نمیدونم چطوری ممکنه شهر داشته باشینش. من از آقای سعید مهری من فعلا شما رو سفید بازی ندارم، حتی اگر با مشکوک های من همراه باشی، چون دیالوگ شهروندی تو اونور میکنی، به فکتی که داری میاری. بعد آقای نوری تو روز بلایند منو مشکوک خون، گفتش که تارگت 2 نفر رو، تارگت خانم ملیکا رو تارگت کردی، خودش 3 بار این کارو کرد. بفرمایید. چالش آقای مهری صحبت کنم. ببخشید. خب امروز خانم شریفی نیا چی بودن؟ خانم یوسفی چی بودن؟ نه دیگه نمیشه دیگه آقا نیمای عزیز. ببین من دیالوگ شهروندی کردم، جفتشون به من تارگت زدن، درسته؟ من خورده رو نمیگیرم. شما بلند شدی باز تارگتشون میکنی، بعد 2 تارگت به من تارگت زدن، بعد امروز 2 تا تارگت دیروزت یادت میاد. آقای نیما که به نظرم مافیاست. من منتظرم ورود به بازی. من شهروندی هم که گفتم یه باگی داشته بازیشون، گفتم میخوام بشنومشون، ولی شما دارین خانم شریفی نیا رو اذیت می‌کنین. من گفتم جفتی با هم مافیایین دیگه. من اینجا گفتم شما رو بشنوم، ولی شما بسیار مشکوکی. آقای نیما که به نظرم مافیاست. من دیروز بازی از آقای لهراسبی خورده شهروندی گرفتم. با همدیگه نمیتونین تارگت کنین آقای مازیار و آقای سام رو. من اینم خدمتتون عرض کنم. خب ببینیم بچه‌ها، یه اتفاقاتی توی روز بلایند افتاده. ما بعد اول اونا رو ببینیم، بعد دوباره روز 1 رو تحلیل میکنیم. ببین آقای مازیار مشکوک بودن روز بلایند، آقای مهری روز بلایند مشکوک بودن. امروز آقای مهری، حالا نمیدونم وای میسم فاطمه صحبت کنم، ولی امروز آقای مهری رو میتونم باش بازی کنم آقای نافه، چون دقیقاً ذهنش رو همسو با ذهن من بوده. اینی که راست میگن، اینی که شما ایشونو میبینین منو نمیبینین، این مشکوکه، چون من دیروز بازی به ایشون گفتم شما دقیقاً ذهنیتتون با من یکی بوده، الان شما مشکوک میخونینشون. ببینیم من واقعا مشکوکایی که فعلا در حال حاضر دارم آقای مازیار هستن و آقای سام نوری. خانم ملیکا
امروز بازی هم من همچنان شما رو مشکوک دارم، با این حال که هر دو عزیز رو شما دیدین و معذرت خواهی کردم. بچه‌ها وقتی که یه شهر معذرت خواهی میکنه به نظرم میتونیم آز بازی بهش بدیم. اینم از من داشته باشید. بعد از من میشه بله حتما. خانم فاطمه صحبت بکنم. خب الان شما خانم ملیکا رو مشکوک دارید یا ندارید؟ مشکوک دارید. خودتون الان گفتین آز شهروندی میتونه داشته باشه دیگه. مگه نگفتید؟ من از این ور شروع کنم. شما هم به شدت مشکوکید خانم. ببینید بچه‌ها یه داستانی اتفاق افتاده. الان ما فکر می‌کنم 2 تا چین داریم تو بازی. خانم فاطمه، سعید مهری و آقای نوری که دارید با هم دیگه من می‌بینم که لایک کاری، یعنی کسی که تارگت بهشون میزنن شما دیسلایک میدید. فاطمه هم که خیلی موافق با سعید مهریه. از این طرف هم نیما و خانم ملیکا دارن بازی میکنن. شما هم که در واقع یک کاوری کردید ایشونو و با ایشون، درسته، با آقای مهرگان عزیز. من فقط یه اتفاق خیلی جالب افتاد. ببین سعید، نمیدونم الان هنوز شهروندی یا مافیایی، به زودی متوجه میشم این موضوع رو، ولی یه چیزی رو نمیپسندم اونجا. ببین شما خانم بلند شدش، تو گفتی من توجه میکنم، خانم هم تاش تارگت سفتی به تو نزده، ولی خانم تو ترنش اولا تو چالشش خودش دفاع کرده، تو ترنش گفته من اولین کسی بودم که بهشون تارگت زدم، ولی تهش من ندیدم یه تارگت سفت. دوباره چی شد تو شب روز شد چی شد که اونجا هیچ برآیندی وجود نداره؟ ایشون میخواد به شما گوش کنه، شما هم تهش داری یه توضیحاتی میدی. ببین امکان نداره اونجا مافیا نباشه، امکان نداره اونجا مافیا نباشه، حتی تو اون سیت مافیا نباشه. شما مشکوک بازی کردید. میشنوم این دوستان الان 2 تا سایت دارم تارگت میزنن دیگه، یه سری با ایشون یه سری با ایشون. اینجا دیگه چالش میگیرم، منم اظهار نظر میکنم. من چالش داشتم. آقای نافع عزیز، ترنتون ترسناک بودا. یعنی این که شما خورده‌ای که به سعید مهری میگیرین فقط به دلیل دیالوگ شهروندیش با آقای سام نوریه، در صورتی که سعید مهری با 2 نفر دیالوگ شهروندی کرده. اصلا خورده‌ای که برای من آقای مهرگان رو مافیا کرد و من خورده‌ای که ازشون گرفتم این بود که آقا یک نفر اونجا پا شده داره با تو دیالوگ شهروندی میکنه، هزاران نفر دارن به تو تارگت میزنن، اون یه نفر که داره دیالوگ شهروندی میکنه تو دیگه بهش تارگت نزن. شما از کارت آقای سام نوری، از کارت مشکوک آقای سام نوری که انگار که پلن مشکوک خوندن ایشون بوده، داری با سعید مهری تارگت میزنی. به نظرم خیلی ترنتون ترسناک بود آقای نافع. من شهروندی شما رو دیدم، بسیار نکته سنج و خوبید. کلام آخر این چین سام نوری و چین سعید مهری. بله ببخش. قبل شما یا بعد شما؟ قبل من. اگر من رو 2 تا صندلی اول حس شهروندی دارم، علی آقا لوراسپی هم رو صحبتی که کرد حس شهروندی دارم. سعید امروز بازی داری یه چیزی درست میکنی، یه شکلی داری به بازی میدی، حس شهروندیه، ولی همچنان روت هستم، یعنی نگاه میکنم به دقت. خانم ملیکای عزیز چالش گرفت، رو چالش صحبت نکردم که به ترن خودش برسه. ترن خودشون هم که نوبتشون شد به این اشاره نکردن. گفتید که از اونجا به بعد 6 نفر به من تارگت زدن، ترجیح دادید بلند شید راجع به این 2 دوست عزیز صحبت کنید، راجع به سعید مهری صحبت کنید، در نهایت به یه آقای سام نوری تارگت بزنی و فقط توضیح دادی شما رو به من مشکوک میکنه، بقیه رو باز چالش میگیرم. متشکرم. مرسی آقای گفتم بهتون دیگه، من نبودم اون 2 نفری که صحبت کردن. راجع به اون دیگه بیایم بحث نکنیم بچه‌ها، خواهش میکنم. من آقای مهری رو هنوز مشکوک دارم. صحبتایی که میکنن برای من مشکوکه. حالا تارگتی هم که بهشون زدم فکر میکنم تارگت درستی باشه. والا آقا بچهای ما با چند تا پرسنل کارمندای شما فکر کردی کی هستی که آقای سعید مهری میاد یکی دیگر رو کاور میکنه؟ شما زمانی که داشتی گل کوچیک بازی میکردی ما تو زمین بودیم داشتیم مافیا بازی میکردیم. شما نباید اینجوری بکنی. همینطور شما آقا علیپور حواستو جمع کن تو بازی درست باشی، بیش کسبت تیمو. خدا شاهده. دم شما گرم. آقای مهری هنوز تارگت منده هستی؟ و آقای نوری من ول نمیکنم. یک نفر میخوام به تارگت هم اضافه کنم. من شما رو شنیدم، از شما کاملا فکت شهروندی گرفتم، جدی دارم میگم، از من دنده عقب بگید. خانم شیدا یوسفی رو هیچ کسی بهش نپرداخت، بنده رو ایشون خلق کردن و طی صحبت‌های آقای قائدی بود که یهو دیدن حرف کم اومده، آقای مازیار مهرگان. خانم یوسفی، آقای مهری و آقای نوری عزیز هنوزم که هنوزه برای من به شدت مافیا است. جان دورتون بگردم. شما هنوز کاوری دلی هست. اجازه میدید به خانم شهرینیا؟ خب مرسی.
از چالشت. علی لهراسبی، من هم اول صحبتم و با آقای مهری شروع کردم، هم آخرین جمله‌ای که بهشون گفتم این بود که شما درباره قبلی‌های خودتون صحبت نکردین و فیلینگی نزدین، من صحبت کردم و فیلینگی زدم، اینو ندیدی. من حس شهروندی ازت میگیرم ولی تو خیلی پلیر باهوشی هستی، نمیدونم چرا اینو ندیدی. تکلیفم با آقای نیما روشن نیست، خیلی دلم میخواد شهر باشی ولی درست میگه فاطیما، باهاش هم نظرم. 2 تا حرف ضد و نقیض داشتی، الان میخوام یک سری حرفای مهم بزنم. آقای علیپور، شما هم گفتین که من آقای مهری رو ول کردم، بعد به من میگین به آقای نوری زدی. من به آقای مازیار هم تارگت زدم. بچه‌ها من دارم همچنان تارگت میخورم، آقای مازیار دیگه داره تارگت نمیخوره. متشکرم. من اینو دقت کنین بهش، این خیلی ترسناکه. به نظر من شما باید برین به اجرا برسید. دست بفرمایید بدیم که برسیم. عرض کنم که چون وقت کوتاه خیلی باید سریع بگم. خانم شیدا، من تارگت نزدم، گفتم مشکوک مشکوک مشکوک. اینو باید دقت کنید. آی نیما، شما ذهنتون به نظرم خیلی آشفته است، چون من تکرار روز بلایندم رو کردم، تارگت روزم امروز تازه الان رو ترن من شده، اونجا چالش بود داشتم راجبش صحبت میکردم. فکر میکنم که شما برای من با حرفایی که زدید بسیار بسیار مشکوکتر شدید. الان به شما تارگت میزنم قربان. به خانم حدیث که پشت کارت شما قایم میشن، به بازی شما رو کامل تکرار میکنن و هیچ چیز اضافه نمیکنن، به بازی تارگت میزنم. به شما قربان تارگت میزنم. آقای لهراسبی برام تا اینجا تا الان شهر بازی کردن. از آقای سعید میام کمی فاصله میگیرم، برام یه مقداری شهرتر شدن. خواهش میکنم خانم فاطیما یه ذره توضیح بدید برای من، چون من متوجه نمیشم که چرا شما اینقدر آقای سعید رو کاور میکنید. خواهش میکنم برای من یه توضیح بدید لطفاً، ممنون میشم. و آقای علیپور برام تا اینجا شهر بازی کردن. بده من از آخری میگیرم. بعد من یا قبل من؟ نه بعدش. قبل من. چون با خودت هم کار دارم. ببین آقای سام نوری، شما تارگت های روز بلایندتون رو تو روز 1 دوباره تکرار کردین. خب من بر مبنای همون شما رو تارگت کردم. من بر مبنای همون تارگت های روزی. آقای سعید مهری، خانم فاطیما بهارمست، شما و خانم ملیکا فکر میکنید که من مافیام؟ قبول کنید که ژنرال با من بشینه. خواهش میکنم. مگه نگفتین دوست دارم که شهر باشید؟ قبول کنید ژنرال با من بشینه. قبول میکنید؟ لایک‌ها رو بچه‌ها ببینم. قبول کنید ژنرال با من بشینه و من فردا بازی رو در میارم. من به شما گفتم من نمیتونم با توجه به تارگتی که داری همچنان شما رو سفید داشته باشم. خانم من اینو گفتم. آقای سام نوری برای من مشکوکه. آقای علیپور، شما لایکت برای همه بالاست ولی تو یعنی بخوای تارگت بزنی باید به همه بزنی. متشکرم. لایکم جاهایی بالاست که حرف درست میشنوم آقای نیما. بنابراین برای این نیستش که طرف مقابلم سفید داشته باشم یا سیاه داشته باشم. الان نسبت به ژنرالی که گرفتی احترام میذارم. میخواستم پاشم و راجع به صحبتی که علی آقا لهراسبی کرده بود همون فکت بیارم و بهتون تارگت بزنم. خانم شیدای عزیز، من چرا اشکال نداره امروز خانم ملیکای عزیز، من نمیدونم اصلا شما تارگت نخوردید، یعنی اونجا رسید گفتید معذرت خواهی میکنم، بعدش اسم شما اصلا نیومد، همه یه اشاره‌ای بهش کردن و هیچ تارگتی نزدن و شما ترجیح دادید تو اون 6 تا دوست عزیز فقط به آقای سام نوری تارگت بزنید، یعنی هیچ کدوم از بقیه رو تحلیل نکردید و تو صندلی خودتون براشون توضیح دادید و خواستید خودتون رو تبرئه کنید. تایمم یه نگاه بندازم. خانم فاطیما یه دیسلایک بهم دادید نسبت به صحبتی که کردم. بازی شما رو نمیفهمم، خیلی دقت میکنم بهتون. خیلی چالش سعید. ژنرال خواستی اوکی، کاری نرم. من گفتم تعامل میکنم ولی حمله رو شما شروع کردید. حالا تکلیف چیز با ژنرال مشخص میشه. آقای مازیار، من مافیای بازی به عنوان مافیا بلند میشم، شما که دیگه باگر رو دادید، یه شهرم به شما تارگت میزنه، بلند میشم شما رو من تارگت میکنم دیگه، میگم خیلی هم سیف بشینم سر جام. چه مافیایی ام من؟
الان کسایی که شما رو مافیا بخونن باید بگن سعید مهری یارشه، نه اینکه شما منو تارگت کنید. پس آقای مازیار که مافیاست، این همه صحبت‌ها رو شنیدید بعد میگید سعید مهری مافیاست. خانم بهارمست رو شنیدید سفید داشتید، خانم بهارمست همراه با من آقای نافر رو تارگت کرده، به من گفته شهروند، شهروند شما به من گفته شهروند. خب مقاومت نده. آقای علیپور، در جایی از بازی که یادم نمیاد من یا سعید مهری داشتیم در مورد نیما نافه صحبت میکردیم، شما که محکم دادی در مورد مافیا بودن نیما و در ترنت نشیدم که در مورد نیما نافه صحبت بکنی و مدام داری ملیکا رو هی تارگت میکنی. یعنی من فکر میکنم که ذهن تو بسته شده بر روز بلایندی که ملیکا داشته تارگت میخورده و حالا امروز هم داری همونو به نظرم ادامه میدی و خیلی برآشفته. یعنی اصلا دست من نیست، نمیتونم این وایبی که داره میاد سمتمون نبینم. به نظرم علیپور مشکوکه. مثلا ببین وقتی که سعید مهری داره نیما نافه مستقیما تارگت میکنه، تو دیگه نمیتونی بگی سعید نمیدونم امروز داری شهروندی بازی میکنی، اما بازم بهت نگاه میکنم دیگه تمام دیگه. این کاری که من میکنم آقای نوری، من یک جایی گفتم نیما نافه مشکوکه این بازی، دیگه نمیتونم به سعید مهری تارگت بزنم. باید ببینم فردا چه جوری مسیرمون از هم دیگه جدا میشه. من جنرالو میخوام که برای تو بیدار بشه، برای اینکه باید بازی تو برای من در بیاد. علیپور مشکوکه. مازیار عزیز من اصلا نمیدونم چیناش چیه و اصلا نمیدونم تا حالا قیمات و ماستا همه چی با هم دیگه قاطی پاتیه. حدیثه چرا تو بازی نیستی؟ بچه یه ذره با سکوت برگزار کنید تو دلتون بخندید. حدیثه و شیدا این اصلا این بازی شهروندی شما باید بیان تو بازی دیگه. ندیدم چالشم بخواین. به نظرم حدیث و شیدا هم میتونیم بینشون یه چیزایی در بیاریم. آقای علیپور مشکوکه. متشکرم. مازیار آقای متشکرم. نوری نه دغدغه متشکرم. امروز آقای نوری. خب درود به تو. میریم برای رأی گیری. با 5 رأی وارد دفاع خواهید شد. هر کسی که اسمشو میارم بایسته، دستا رو بالا بگیرید تا بشمارم. متشکرم. با تأخیر دستتون رو بیاریم بالا قبول نمی‌کنیم. متشکرم. آقای قائدی بایستید. چشم. رأی گیری می‌کنیم برای آقای قائدی. بینگو بفرمایید. خانم یوسفی 2 رأی. جناب آقای مهری 1 رأی. خانم شریفی نیا 3 رأی. آقای نافه 1 رأی. خانم محمدپور 3 رأی. آقای لهراسبی 1 رأی. آقای مازیار بابا نکن. آقای مازیار یکم دیگه میشه جان. بایستید. بله. 1 2 3 4 5 6 7 8 7 تا خانم شریفینیا با تأخیر دستتون نه آوردم. من آورده بودم شما دوباره گفتین نشیدم. ببخشید. من ندیدم. متشکرم. بفرمایید. آقای نوری 1 2. آقای علیپور 1 2 3 رأی. بفرمایید. خانم بهارمست. خانم بهارمست نیستی؟ قسم نه آقای علیپور چیکار 1 رأی. 1 رأی. بله. تک دفاع آقای مهری. آره یه نفر رفت توی دفاع. ببینیم چی میشه، ببینیم میاد یا نمیاد. 45 ثانیه. بعد خسته نباشید دوستان عزیز. من واقعا شهروند بازیم و دوست دارم که یه شب دیگه کنار شما شهروندای عزیز بمونم و مطمئناً اگر به حرفم گوش بدید اتفاق بدی نمیافته و امیدوارم که این کار رو انجام بدید. شهروندای عزیز قربونتون برم، من شهروندم و یک شب دیگه از شما مهلت میخوام. بعدش دیگه اگه دوباره اتفاقی افتاد که فکر کردید من مافیا، میتونید راحت بدید منو بیرون. ممنون میشم. من صحبت دیگه بفهم. مرسی. رأی برای خروج 1 رأی. رأی ندادن یه نفر بیاد تو کافه پیشمون. کافمون خلوت هنوز. اب نداره، من صبورم.
من آدم صبوریم، صبر میکنم. نه من صبورم. شب میشه، ماسکا رو بزنید. یه شب دیگه همونه. تو با یه شب رو نمی هدفون وارد شب میشه. تیم جذاب مافیا بیدار شن. برگشت گفت یه کاری میکنم شادش کنیم من فکر میکنم چیزم علی پورم مستقله. اون چرچیله اون چرچیله. بعدا اون مستقل منم اون ژنرال. بیا من میگم علی پور چرچیل. چرا بیا علی پور چرچیل. نه نمیشه بگو. علی پور چرچیله. منم مازیار ژنرال. مازیار ژنراله. نه سلاخی نمی‌کنیم. امروز شاد دیفیوز کنیم چون میخواد این بیدار کنه. اگر شاید هم دیلش نشسته باشه چون احتمالاً دیلش رو من بوده هیچ کی دیگه نباشه. چرچیل روز اول نامیراست باید سلاخی کنیم. اونو ولش کن. من میگم نیما سیو دکتر میشه. نیما سیو دکتر میشه. بابا خودشو بابا چیزو دلم نمیاد. مازیار دیفیوز شاد. مازیار خودش میخواد بره تئاترش. مازیار دیفیوز مازیار خوراک فردا موده. ژنرال امشب میشینه ها. منم میگم مازیار رو شاد کنیم. امروز ببین چیزو ببندیم. علی لوفراستی هم من علی رو بازی میکنه. ببین دیفیوز شاد کنیم. مازیار خوراک خوبیه برامون. اصلا مازیار دیگه چرا میشونیم؟ منم میگم چون یکی از شرط مازیار با این حرف آره هیچ هم رنگ شد. فقط علی پور میتونیم هم به فکت وایسی علی به فکت اینکه علی پور تنها کسی بود که شکست چیز بریزیم رو علی پور. فاطیما هم رو علی پور بچه با فاطیما بازو وایسی. من به شما دوتا تارگت میزنم ولی زیاد نه. نه من با فاطیما به شما دوتا تارگت میزنم. خیلی مشکوک داریم بازی میکنیم. چرا حرف نمیزنید؟ آره باره بزن. اگر چیزا کنیم مجبور میشم بهتون رأی بدم. باشه عزیزم. ببین فاطیما اگه گیر بده به یکیتون ترجیح با اینه که من با فاطیما بهتون رأی بدم. تو رو قرآن نه بلانکو رو نباید بدیم. چیکار کنم من اگه ندم همه واسه ولی شیک بابا شیک کن اصلا نباید رأی بدیم. یک دقیقه زمان داریم. دیل ژنرالی داره. اگر من ژنرالی نشه باید فقط من میگم بچه نمیذاریم حرف بزنم. علی نه با فاطیما بچه‌ها من علی رو میگم چیزم که اونو ببندیم. چه میدونم علی رو بزن. 40 ثانیه. شات به دست رئیس خانواده اسکوبار. خوان یک نفر رو دیفیوز کن. متوجه شدم بخوابن. از ساید شهروندان افسر مارتینز بیدار شه. تو تک تیرانداز این شهر هستی. امشب چی کار میکنی؟ شات یا سلاخی؟
بخواب. کادر درمان به سرپرستی دکتر بیرجیس لطفا بیدار شید. دیدم بخواب. مورنو بیدار شه و ببینیم صندوق اسنادشو باز میکنه یا نه. بخواب. ژنرال شهر پیدا کردی بیدار شو. کد اعلامی. بخوابید. دست همه پلیرها جلو بگیرید، دستاتون رو بیارین بالا، من ببینم دستاتون رو بیارین بالا. دستی که لمس شد بیدار شه. معرفی میکنم ژنرال. کد اعلامیه بناپارت. بخواب. دست همه پلیرها برای گرفتن اسلحه جلو. دستایی که لمس شد به من لایک بدن. در هر کجای بازی با اعلام اکتگان میتونید شلیک کنید قبل از رای گیری. بسیار عالی. با شمارش من وارد فاز روز میشه. 5 4 3 2 1. واقعا نمیتونم. بسیار عالی. خداحافظی میکنیم با یک نفر. یا خدا. بدون هیچ ریاکشنی. جناب آقای مازیار مهرگان وارد کافه دوستانمون میشن اونجا تا بعدا ببینیم چی میشه. خیلی ممنون. خب قربونت. بریم برای خیلی مقدم به ارواح عزیزمون، البته دور از جونشون. سلام. ارواح محترم، مازیار عزیز، خیلی خوش اومدین. روح عزیزم. استعلام. رای نیورد. خب سر صحبت 1 2 3 خانم شریفی نیا. میریم برای سر صحبت. چالش بفرمایید. 2 چالش 1 دقیقه و 45 هم تر. متشکرم. خب من میخواستم راجع به تو حرف بزنم آقای علیپور. میخواستم بگم که واقعا خیلی پرتناقض داری بازی میکنی، نمیفهمم بازی تو. چالش بعدی رو بگیر حرف بزن بشنومت. آقای نوری ببینید اینکه هی چند بار به من توضیح دادی، گفتی که من 2 نفر رو تارگت زدم، 3 نفر رو تارگت زدم. شما در روز قبل بازی چند تا اسم پشت سر هم آوردیم و وقتتون تموم شد. از اون موقع اینو میخواستم بگم نتونستم و نشستی. من تکلیفم با اونهایی که گفتین روشن نشد و حدیث لطفاً در بازی شرکت کن. بچه من خیلی احتمال میدادم که ایشون با ساید سیاه بیرون رفته باشه. چرا چالش نخواستین؟
من خیلی با قطعیت بیشتری میتونستم اگر چالش نخواسته چی بود استعلام میتونستم با قطعیت بیشتری به آقای علیپور تارگت بزنم. آقای علیپور دیروز تمام دک دستشون افتاد، شما تنها کسی بودین که رأی دادین به آقای مازیار. چون یک کشته داشتیم و استعلام نداریم فعلا، مبنا رو بر سفید بودن ایشون میذارم و شما رو 100 تارگت میکنم. نیما نافه برای من امروز سفید میشینی، اما نفهمیدم بین آقای مازیار و آقای نوری من یه مافیا داشتم. شما آقای نوری رو داری، تارگت های روز بلایندش رو تکرار کرده. این به نظر تو گافه؟ پس چی به نظرت گافه؟ چون منم ایشون رو تارگت داشتم، اما بعد از اون چون تارگت هاشو تکرار کرد یه خورده ازش دنده عقب گرفتم. حدیث اگر تو بازی شرکت نکنی به شدت تارگت میزنم بهت، فقط بهت موضع بازی میدم. علی لهراسبی به نسبت خودت به شدت کم داری بازی میکنی، من از تو انتظار بیشتری دارم. فاطیما آخ درود بر تو، درود بر تو. اینجا نوشتم فاطیما آفرین بر تو، باهات بازی میشه. برایند مغز منه. الان نیما نافر به خاطر ژنرال سفید صدای بوق میاد بشه. ببخشید نشنیدم. علی لهراسبی عادت نداشت. خب الان با فاطیما بازی میشه شما. خب برآیند خانم فاطیما چی بوده؟ یه شهروند داشته تارگت میکرده، سعید کاور میکرده، نیما رو تارگت میکرده. اینجا هم گفته من در مورد ایشون موضعی ندارم، علی علیپور کاری ندارم. منم شک دارم به علی علیپور. ولی تو برآیند بازی چی بوده؟ سعید مهری برآیند بازی چی بوده؟ سعید مهری تو بلان یه کار مشکوک کرده، یه عالمه تارگت خورده. تو روز بعد چند تا تارگت خوردی سعید؟ چی آوردی تو بازی؟ اینجا که گفتی من دارم دیالوگ شهروندی میکنم، رأی 1 رو کشیدی زیر ایشون، رأی 2 رو نکشیدی، بخاطر اینکه دفاعیش احتمال دادی رأی 2 نکشید، رأی 2 ندن. خود شما که الان استعلام می‌خواستی ایشونو سیاه داشتی، چرا رأی 2 ندادی خانم؟ شما رأی 2 دادی؟ پس چرا تارگت به علیپور میزنی؟ آها نه ببخشید من استعلام خواستم. رأی 2 ندادی شما. صحبت نکنید. شما شروع صحبت من اصلا کاری ندارم، علی علیپور برای من مشکوکه. شما شروع صحبت در استعلام می‌خواستی برای این آقا، برای اینکه پس گفتی ایشون مافیا بازیه دیگه. به شدت خانم ملیکا مشکوکی، شما به شدت مشکوکی، سعید مهری به شدت مشکوکه. با فاطیما الان دارید با فاطیما بازید میشه شما؟ خیلی بوق زد. بوقو نمیشنوی. خب من میگم دیگه بوق زد. من نشیدم. بچه‌ها مازیار خب سفید بازی بوده چون ببین میگیم اگر مافیا بوده یعنی فقط تنها احتمالی که وجود داره با تیر مارتینز زده باشتش. درسته؟ شب اول سلاخی میکنه مارتینز، اصولا نمیزنه که ریسکی مازیاری که موقع دفاع موقع دفاعش ایشون نشون داد که شهره. خب آقای علی علیپور تنها رأی 2 بود. شما استعلام برای ایشون میخواستی، رأی 2 رو داری تارگت میکنی. درسته؟ شما پس اگر شما تو صحبتاتون میگی مازیار نمیدونم برای من سیاه بود، عجیبه، پس چطور رأی 2 رو داری تارگت میکنی؟ باید بگی دمت گرم علی علیپور. درسته؟ پس خانم شما مشکوک. بچه خانم ملیکا شریفینیا مشکوک بازی. چالش 37 ثانیه هم اضافه آوردم. نیما تا ته باید بازی میکنم، اصلا هر چی میخوای باشی تا ته من که کارت شهروندیمو میدونم. به چی من تارگت میزنی؟ داری استعلام میگیری دقیقاً رو حرف آقای نیما، استعلام میخوای واسش، بعد منو تارگت میکنی. از کجا میدونی اون سیاه بازیه چی میتونه باشه؟ خانم فاطیما شما شهروند بازی باشی، منی که کارت خودمو میدونم شهروند بازی، از شهروندی که ناگه ازش دفاع نکنی، بعد منو تارگت کنی، مشکوک کنی، اونجا بگی که شما که ژنرال خواستی هیچ، ملیکا رو فقط تارگت داری، ذهنت رو ملیکا، نیما رو که تارگت داری چرا تارگت نداری، چرا سعید مهری رو تارگت میکنی؟ شما 100 مشکوک. کارتمو میذارم جلو، با ساید میبندم، کارت شهروندی خودم میدونم. شما از ترن قبلی جمله‌مو ببندم بشین، از روز قبلی هی همه رو کشیدی عقب، عذرخواهی کردی، ژنرال چرا نخواستی؟ من جرئت دارم شهروند بازی هم ژنرال میخوام واسه خودم، نمیذارم. شما یه حرف زدی 6 تا از اینجا لایک اومد بالا. آقای علیپور شما برآیند بازیت با احترام از روز بلایند فقط خانم ملیکا بودن و این نشونه از نقش دیگه ای داره. به نظرم آقای علیپور نقش دیگه ای دارم، ولی من الان با کس دیگه ای کار دارم. خانم بهارمست عزیز، من
آقای نافر رو سفید داشتم. از روز بلایند به نظر من ایشون کاملا دارن تارگت های مشابه منو میزنن، پس بنابراین سفید من میشینن. شما آقای نافر رو تارگت میکنین به خاطر اینکه آقای مهری رو سفید دارین دیگه. منم دقیقاً آقای نافر رو سفید دارم به خاطر اینکه تارگتاشون با تارگت های من یکیه. به نظرم شما مشکوک میشین چون داشتین شهر رو، به نظر من ایشون شهرن دیگه، شما داشتین شهر رو تارگت میکردین. به نظر من شما مشکوکین. من همچنان با آقای سام نوری مشکل دارم. به نظرم تارگت جدی من شما و شما هست. بخش سعید میشه صحبت کنم. بازی خورده داره واسم سخت میشه. شهروندا خودشون دارن باگ میدن تو بازی، همه یعنی یه باگی دارن. من روز یک گفتم خانم شریفی نیا فکر کنم 3 تا رأی آورده، درسته؟ من گفتم اینجا دیگه نیما دیل ژنرال خواسته، من فورسمو گذاشته بودم اینجا، 3 تا رأی آورده. بعد آقای لهراسپی عزیز، آقای مازیار چه پوینت شهروندی داشته که به من میگین چرا رأی 1 دادین؟ شما و خانم بهارمس فقط نه، چه پوینت شهروندی داشته رأی ندادین شما؟ باز تو دفاعش حداقل گفتش که یه شب به من فرصت بدین. چه پوینت شهروندی داشته؟ سر همون که به من تارگت نزدین. بعد شما و مافیا داشتید، تارگتتون ولی علیپور چیه؟ خانم شریفی نیا که مافیاست. بعد اینجای بازی تازه جالبه، نه من تارگت میخورم زیاد نه خانم شریفی نیا، پس اینجا مافیا نیست چیه پس؟ عذر میخوام. علی چه سعید جون الان برآیندت اینه که خانم شریفی نیا مافیاست، فقط علیپور چیه؟ شهروند علیپور هم تو رو شهروند داره دیگه، بعد فاطمه هم تو رو داره کاور میکنه. مگه میشه اصلا همینجوری؟ مگه میشه؟ فاطمه داره میگه قطعی مافیاست علیپور. الان علیپور مافیا نیست؟ نه. دوباره گره‌ای افتاد که نمیشه بازش کرد. به نظر من گره‌ای افتاد که نمیشه بازش کرد. علی ژنرال باید بیدار شه. باشه ژنرال دیل ژنرالی بخواین با علی بیدار شه دیگه، تکلیفمون روشن میشه دیگه. سایت مگه بر نداشته با خانم فاطمه؟ مگه سایت بر نداشته؟ مگه نمیگه سعید سفیده، سعیدم میگه سفیده؟ مگه میشه اینجا مافیا نباشه؟ پس من مافیام دیگه بچه‌ها. نمیشه، اصلا امکان نداره. صحبت‌های خانم فاطمه رو میشنوم. عجیب بازی میکنی. آقای نوری میشه اجازه بدید بدم منتشر، الان نوبتتون میشه. اجازه بدید به خانم شریفی علی لهراسپی به من تارگت بزن، حق داری. نیما نافه به من تارگت بزن، حق داری. من چالش و تارگت و استعلام، ببخشید رأی و استعلام رو اشتباه گرفتم. اصلا حواسم به سلاخی مارتینز نبود. آفرین به تو، من واقعا از تو بازی یاد میگیرم. کاملا حق داری به من تارگت بزنی. من به بچه وایس این راحتتون کنم. شما چند تا رأی آوردین آقای مهری؟ آها منم 3 تا رأی آوردم. آقای مهری که مافیای بازیه. فاطمه در این زمینه باهات مشکل دارم، این قضیه رو الان دیدم، ولی قبل از اون نوشته بودم درود بر تو. اصلا قبول ندارم که ژنرال با شما بشینه. مطمئنم که ژنرال رو از دست میدیم به هیچ عنوان. من الان به یک چیزی دارم فکر میکنم که نمیدونم شاید نشونه ناشی بودن من باشه که اگر که ژنرال رو شب قبل زده باشن و رفته باشه بیرون چی؟ و ما الان نیمای عزیز رو 100 سفید داریم همه، به خاطر اینکه مطمئنیم دیل ژنرال داشته. اگر این اتفاق افتاده باشه چی؟ من فقط دارم بلند فکر میکنم. شاید میگم شاید از ناشی بودن منه که اینجوری فکر میکنم، ولی الان بیشتر تو فکر اینم که با کمال احترام علی جان، این که تو دیل ژنرال میخوای یه ذره درجا دیل ژنرال خواسته برام یه ذره نامفهوم بود. نیما جان 37 ثانیه اضافه آوردی، من یادت رفتم مثلا من تارگت 100 مستقیمت بودم، بعد اصلا دیگه هیچی نشد، اصلا چه اتفاقی نیفتاد. یه ذره برام جالب بود. همینطور علی لهراسپی عزیز، چیزی که برام از همه جذاب‌تره اینه که شهرام عزیز بدون اینکه هیچ حرفی بزنه، هیچ چیزی داشته باشه، در رأی گیری 2 تا رأیی که برای من میاد شهرام یکیشه، نه فکتی نه چیزی، نه همینجوری فقط دلی خواسته که منو قبل صحبت کنم بدی بیرون. متشکرم. چالش بفهم. ببخشید. خب دوستان عزیز من ببینین، نکته این است، حدیث
نیما تو با لایک و دیسلایک به من اینو بگو. دیروز بازی تا جایی که من یادم میاد شما گفتی امروز دیگه من مجبورم با سعید مهری بازی کنم و بله به تو نگاه میکنم، به نظرم نیما تو میتوانی مشکوک این بازی باشی. گفته یا نگفته؟ نگفته. نگفت من با سعید مهری بازی میکنم. خب سعید مهری داشت کیو تارگت میکرده؟ خب این به چه معنیه وقتی با سعید مهری قرار بازی کنه؟ پانتومین بازی نکنی. به نظرم حدیث مشکوکه. حالا نکته چیست؟ نکته این است که کارت ملیکا کارت تعیین کننده بازی امروزه. خب علی پور، سعید مهری، حتی آقای شهرام قائدی که به ایشون رأی یک دادن، به نظرم سایدشون با ملیکا مشخص میشه. حدیث با کارت ملیکا داره به علی پور تارگت میزنه. ما که از روز اول ملیکا رو تارگت داریم، چرا دوست داری ساید در بیاد که ما رو بعدش بندازی تو تله؟ همچین چیزی نیست. تنها کسی بود که من رأی دادم، مافیایی میتونم باشم که بهش رأی داده باشم رفته باشه بیرون. الان به این نتیجه رسیدی که نیست همچین چیزی. بعد تو من ژنرال میخوام دیسلایک میدی از تو شما 100 مافیاست. شما که مافیایی حدیث اصلا امکان نداره بازی شهروندی دین باشه. حدیث همسویی با نیما، بعد که چیز میخواد به سعید میگه که سعید بازی تو روز بعد روز بلان بازی تو شهروندی میدم، یه خورده شما رو مشکوک میکنم. بعد ژنرال میخواد سفید. چیکار داری میکنی؟ بالاخره کدومشون سفید کدومشون سیاه؟ خودت سیاهی. ملیکا اصلا ملیکا روز بلان یه حرف تارگت نمیخوره. الان فاطیما فقط بهش اشاره کرد. من دیر ژنرال میخوام آقا، دیر صادقانه ترین حالت ممکنم وایسادم، دیر ژنرال میخوام واسه شهروند، واسه شهر، واسه برد شهر. اگه نکنید بازی گره میخوره. با صادقانه ترین حالت ممکن. شما مافیایی چرا دیسلایک تو داری اونور به اون نشون میدی؟ شما مافیای بازی، شما مافیایی چرا یه فرصت و گل. شما مافیای بازی و علی پور یه جشن رونالدویی اینجا به پا میکنه. علی پور ژنرال با تو بیدار نمیشه، خیالت راحت. ژنرال با شما بیدار نمیشه به هیچ عنوان. دیل ژنرالی رو میشکنم برای علی پور به هیچ عنوان. شما به راحتی میتونی یار بفروشی. اصلا چرا مافیا؟ بله من با شما بازی کردم، مافیایی بودی که به یارت هم رأی دادی. اصلا این ملاک نیست به هیچ عنوان. حدیثه واقعا متوجه نمیشم چی کار داری میکنی. واقعا نه، حرفای فاطیما کاملا درست بود. فاطیما کارت من تعیین کننده است در رابطه با اینا. من نباید از این بازی خارج شم. سعید مهری رو بدیم بیرون تکلیف من روشن شه. من نباید از این بازی خارج شم. آقای قائدی فراموش کرده بودم تو بازی حضور دارین. ببخشید من فکر کردم شما خارج شدین. اصلا نمیتونم این همه بی اکتی شما و پسیو بودنتون رو بپذیرم. کلام آخر خواهش میکنم حتما ورود به بازی داشته باشید. مرسی. ملیکا آخر الان میگی که یعنی مازیار مهرگان هم مافیا بوده، علی پور بهش رأی داده؟ منظور یار به یار علی پور مازیار مهرگان؟ به نظرم دیتا شهروند بودن مازیار اومده تو بازی ها. یعنی نمیدونم ملیکا، به نظرم ملیکا مشکوکه. حدیث از اون مشکوک‌تر. حدیث اصلا این همه ما با حدیث بازی کردیم، مثلا برایند شهروندی حدیث اینه؟ این چیه؟ به نظرم حدیث مشکوکه، ملیکا مشکوکه. فکر می‌کنم شاید شهروند باشی علی. فکر می‌کنم با توجه به فاز پرسشگری که داری در ساید بین سعید مهری، ملیکا شریفینیا، من ملیکا رو مشکوک‌تر دارم تا سعید. چالش بعد از من حدیث صحبت کنه. چی شد؟ برات میخواد سایت بگیره؟ اصلا جنگتون چی شد؟ چرا یه کلمه در موردش حرف نمیزنی؟ آخه نمیشه که خواهر من، نمیشه. الان مستقیم بسته رو شما حداقل همین دیالوگو به خودش بگو من فهمیدم تو انقدر آدم ضعیف پلیر ضعیفی نیستی که یک نفر رو بکوبی رای 1 و 2 هم بدی بعد پرتش کنی بیرون. اینو میگفتی من قانع میشم. ببین سعید درست میگه، با اینکه من هنوز نمیدونم سعید مهری چیه. درست میگه. شهرام خودم خیلی باگ داره. خانم شیدا میگه که یکی بهش میگه که شما وارد بازی نمیشی و فلان، سریع چالش میگیره در مورد رفتن یه آدم اصلا حرف نمیزنه، بعد تایش هم میگه خانم به شما وارد بازی نمیشی. ولی الان ما یه مهره آماده تر داریم واقعا.
خانم شریفی شما از ابتدا گفتی اوکی منو ببخشین من با شهر بازی میکنم، بعد از بخشش شما چیکار کردین؟ چند تا اشتباه کردین؟ مگه میشه یه پله توانایی مثل شما این همه اشتباهاتش رو تکرار کنه در مورد استعلام، در مورد فلان، بعد میچرخی دوباره میای سمت من که یک نفر؟ این اصلا نمیشینه. من رأی 1 و 2 به خانم چیز میدم، در رابطه با خانم شریف نیا میدم. در رابطه با شما که میگی من که از روز اول میگفتم شما آشفته بازی میکنی، من از روز اول میگفتم شما پراکنده تارگت میزنی. من از روز اول میگفتم به نظر من این میاد که مازیار شهر بدی بوده، به همین دلیلم ملیکا میبنده روش. بفرمایید. من اینقدر بلدم. خب من چالششون گرفته بودم. ببین خانم بهارمست عزیز، خانم ملیکا تارگتش منم. خانم ملیکا تارگت فورسش منم. من و ملیکا رو توی یه باکس میذاری، امکان نداره. من خودم به خانم ملیکا مشکوکم، خانم ملیکا به من مشکوکه. من و خانم ملیکا رو نمیتونی یه باکس کنی. من و آقای مهری یه باکس نمیشه بشیم، ولی من و خانم ملیکا میتونیم یه باکس بشیم. اینجوری نمیشه بازی کرد. آقای نوری از ابتدای بازی 8 نفر رو تو شهر تارگت کرده، به هیچ کسی درد نیومد، هیچ کسی اذیت نشد. اینجا یه سایت تشکیل میشه، بعد خودشون عقب گرد میکنن، دیل جنرالی میخواین. شما از اول بازی تارگت من که خانم ملیکا بوده رو داری تارگت میکنی. کلام آخر. الان مشکلت با من چیه؟ چالش. خب دیگه تو داری این همه توضیح میدی، ملیکام همین حرفو زده، به من میگه مشکوکی، ژنرال باش پا نشه، بعد میگه حدیث تارگت. خب قبلش که من تارگتش کردم، اصلا همچین چیزی نمیشه. بعد داری یه حرفی میزنی که اگه باشی کیکی انضباطی، ژنرال با تو پا نمیشه. مگه میشه هم چیزی؟ من دیل ژنرال خواستم به عنوان شهروند، بازی باید در بیاد. بعد اینجا سایت بستم، کسی هم حرف نزد. شما از من پذیرفتی چیزو؟ چرا من شما رو چیز دارم؟ من الان شیدا راجع به من صحبت میکنه، من شهروند دارم، شما شهروند، سعید مهری با این طرز بازی شهروند، علی راسفی شهروند، شما رو نمیفهمم. پراکنده داری میزنی. من خانم فاطیما، خانم ملیکا شریفی نیا حدیث نوبتم. به خاطر اینکه خب تو ترن 1 و 2 که حرف زدی چه روز بلاین خیلی هی تناقض داشتی، مجبور بودم راجع به تو حرف بزنم. الان که دیل ژنرال و محکم میخوای باشه ساب میکنم. این در مورد شما. ببین ایشون توی حرفاش نسبت به شما من قشنگ نوشتم، بلند شد گفت فاطیما آقا سعید رو تارگت کرده ایشون به شما، و شما در صورتی که همش داری با آقای مهری بازی میکنی ولی بهش دائم لایک میدی. من نمیفهمم جنس بازی شما نسبت به ایشون چیه. شما الان برای من سیاه میشینی، ملیکا هست، خانم حدیث نمیاد تو بازی، نمیدونم چیه. شما خودت مگه چقدر اومدی تو بازی؟ باز من یه چالش گرفتم، شما که همونم نگرفتی، پس اینجا شما برای من سیاه میشی. باز من یه چالش اول دست گرفتم، راجع به آقای سام حرف زدم، راجع به آقای علیپور حرف زدم. آقای سام هم انقدر ساکته و من از شما اگر شهری حضور بیشتری در بازی انتظار دارم. تارگت من اینهایی که گفتم، فقط آقای نیما برای من از همه شهرتره. شما امروز شهری چون دیل ژنرال رو میخوای تا فردا که مشخص بشه. خانم فاطیما، آقای شهرام، خانم ملیکا. آقای نافه صحبت کن. خب سعید مهری، ساکت بودنت رو احساس میکنم که من باید یه ذره بیشتر تو بازی بیای. علی پور اگر دیل ژنرال برای خودش بخواد چه ایرادی داره؟ شهر دیگه، ایراد نداره که دیل ژنرال خواسته. چرا انقدر معترضین به دیل ژنرال خواستن؟ و خانم شیدا یه چیزی، شما الان میگی خانم فاطیما بهارمست و خانم ملیکا مافیا؟ نه اون و شما؟ من متوجه نشدم. نه گفتی این ایشون بچه من با لایک به من بگین. درسته گفتن خانم حدیث، یعنی شما 3 نفری که دارین به هم دیگه میزنین و گفتن 3 تاتون مافیا، و آقای شهرام که شما دارین به شهرام میزنین، شهرام میگه ملیکا به هم دیگه لایک. بوق اومد، صدای بوق اومد. خانم شیدا خیلی مشکوکه بازی شدین، ببخشید. نیما رو الان شهر دارید؟ ژنرال خواسته؟ نقش مازیار به نظر شما تو ذهنتون چی میتونه باشه؟ یه روز فرصت. افسر مارتینز بوده گفته به من یه روز فرصت بدی، روز 1 میخواد شات بکنه؟ نه.
بهترین صحبت رو تو ترن بازی آقای سام نوری کرده. خانم حدیث دارین تارگتش میکنین؟ نه. آقای مازیار به نظرم با یه نقش خوبمون رفته بیرون. علی جان الان پوینت نداره جنرال خواستن دادش. من شهرم یا مافیا؟ 3 روزه به من داری میگی شهری مافیا شهری. الان شهروندم. خانم شریفینیا مافیاست. خانم شریفینیا که قبل از تو به من گفته مافیا، درسته؟ خانم حدیث که به من تارگت زده و خانم شریفینیا به خانم حدیث هم تارگت زده. آقای نیما شهروندته؟ آره؟ پس آقای نیما هم مافیاست. آقای لوراسپی شما دیروز چه چیدین اینجا؟ گفتین که بین نیما ناف سعید مهری خانم شریفینیا مافیا هستش، درسته؟ خب امروز چرا رسیدگی نمی‌کنین اینجا؟ به من میرسیدین؟ خب پس شما مافیایین دیگه. پوینت داشتیم مازیار رو میگرفتیم به نظرم. بعد 6 تا شهروند گفته. من نمیفهمم واقعا. ببین یه سری نقشا که نیست، آخر صحبتام میگم، چون من تیر دارم. پس مورنو سلاخی نشده. اکتگان من تایید میشه. بله اکتگان شما اشتباه تایید یا میشه. درست نیما رو میزنم من. بفرمایید بشین. تمام؟ بفرمایید بشین. بلند شین برای وصیت. بچه‌ها یه وکیلی تعریف میکرد، میگفتش که من موکلم محکوم به قتل بود و تمام اتهام هام بهش میچسبید. تنها چیزی که داشتم اینه که مقتول جنازش پیدا نشده بود و روز دادگاه بلند شدم گفتم مقتول الان از این در میاد تو. و هم برگشتن در رو نگاه کردن، ولی به ضرر موکلم رأی دادم. به قاضی گفتم چرا؟ شما که داشتین در رو نگاه میکردین. گفت موکلت نگاه نمیکرد. بچه‌ها سعید مهری نکس کنن از بازی خارج میشه. ندارم کارتم. با ساید شهروند به کافه مردگان. متشکرم. چرا منو زد؟ میریم برای رأی گیری. خانم شریفینیا بیستن، با 4 رأی وارد دفاع میشید. رأی میگیریم 1 2 3. سرکار خانم 1 2 3 4 دفاع. آقای لوراسپی 1 رأی. آقای نوری بینگو. آقای علیپور 1 رأی. خانم بهارمست بیستید. بینگو. آقای قائدی 2 رأی. بفرمایید. خانم یوسفی 1 2 3 رأی. آقای مهری 1 2 3 4 5 6 7. به ترتیب خانم محمدپور و آقای مهری 45 ثانیه دفاع میکنن. بفرمایید. اصلا دوستان عزیز، اصلا اینجای بازی من نباید برم بیرون. اصلا تو چشم دونه دونتون رو واقعا دارم نگاه میکنم. اینجای بازی من نباید برم بیرون. 1 نفر رو از ابتدای بازی شهر داشتم. آقای مهری چینشون با آقای سام نوری در میاد. آقای مهری و آقای سام نوری رد خون من. اگه من رفتم بیرون بدونین. آقای علیپور مشکوک بودین. رد خون من به شما هم میرسه آقای علیپور. نمیتونم اینجای بازی از شما بپذیرم فقط ملیکا رو داشته باشم. من ملیکا رو خودم تارگت دارم. اصلا چی جوری من آوردین الان اینجای بازی؟ خانم بهارمست من نمیتونم از شما بپذیرم اینجای بازی به من تارگت بزنی. تو این مرحله از بازی به من این شهر بدون من نباید باشه. یعنی اشتباه بعدی رو نکنید. من کارتم شهروندیه. گفتم کل شهر باگ داره. الانم مافیای محکم ندارم. دوست داشتیم به من رأی بدید. احتمال داره خانم حدیث مافیایی باشه که میگم همه باگ داشتن. مافیایی باشه که بعد از ایشون من اومدم. خانم بهارمست شما به من رأی دادید. 3 روز داشتی با من بازی میکردید. من مثلا علیپور مافیا نداشتید مگه؟ درسته؟ با 3 تا رأی نشسته. شهرام قائدی با 3 تا رأی نشستی. من بیارم تو این بازی. باید متوجه شید. خانم شریفینیا نشسته. همه باگ داشتید. خانم یوسفی و مافیا داشتید کسی؟ خانم یوسفی شما به من رأی دادید، درسته؟ شما با 3 تا رأی نشستید. رأی 4م میتونستم بکشم همراه با خانم حدیث بیاین، همراه با خودم بیاین. یه نفر دیگه هم 3 رأی بوده. هر کی کارتشو شهروندی دیده به من رأی نمیده. جمله‌مو ببند. بفهم.
شهروندی ندیدین، زیادم مشتاق نیستم واقعیتش. به من رأی میدید میرم بیرون، هیچ اتفاقی هم نمیفته. خیلی مخلصم. رأی برای خروج برای خانم محمد بیستم. اسمشون رو خانم بفرمایید بیستید. رأی برای خروج خانم 1 2 3 رأی. رأی برای آقای مهری 1 2 3 4 5 رأی. تشریف بیارین آقای مهری برای کارت حرکت آخر. اینجا با پلو من بایستید لطفا. یکی از این 5 عدد رو لمس کنید، یه ذره محکم‌تر. آینه ماسکا رو بذارید. پشت محمدی که جریمه سعید مهری، بازی خوب خودش سعید مهری با این گل. دست همه پلیرها جلو. سلام خسته نباشید. سعید خسته نباشید. ماشاءالله همه عالی. به کافی مورد عالیه چی بابا؟ داداش ملیکا شیدا دارم میگم دیگه، دارم 2 تا مافیا میگم. من زدی چرا ملیکا رو میزدی؟ شیدا رو دارم بهت میگم. ملیکا رو میخواستم بزنم دیگه بابا. علی پور چیه؟ هیچ. بابا گن زده به بازی ما دیگه آخه. فاطیما چیه؟ اونم شهره. کسی که دستشو لمس کردم بیدار شه. بخوابه. همینو وارد فاز شب میشیم. بفرمایید. شب دومه و نوبت تو هستش. چرچیل بازی بیدار شه. چرچیل بخوابه. اسکوبار و یارانش بیدار شن. شات به دست اسکوبار یا 1 ساین پایین‌تر. بخوابن. از ساید شهروندان افسر مارتینز بیدار شه.
بخوابه. دکتر بریجیت کادر درمان بیدار شه. چه کسی رو میخوای نجات بدی؟ متوجه شدم بخواب. مورنو بیدار شه ببینه دیفیوز هست یا نه. ژنرال بناپارت بیدار شه. الان نصف شهر میرم بیرون. شهر پیدا کردی برای امشب یا نه؟ کد اعلامی. بخواب. دست همه پلیرها برای لینک با ژنرال جلو. برین جلو دستاتون رو ببینم. دستی که تا شد بیدار شه. معرفی میکنم ژنرال. کد اعلامی. متوجه شدم. با شمارش من وارد روز میشیم. 5 4 3 2 1. خسته نباشید. خداحافظی میکنیم با 2 نفر. آقای لهراسبی و خانم شریفی نیا. بدون هیچ ریاکشنی استلا خیلی ممنون. خب کجا ببریم این همه پلی رفتیم؟ بله استلام رای آورده. اجازه بدید من سلام بیست خوبم. نوکرتم. حال من دست خودم نی. سلام خانم ملیکا. چقدر بازی داشت بازی. از بازی شما یک مافیا و باقی شهر خارج شدن. سر صحبت آقای علیپور. تک چالش. تک چالش. واقعا متاسفم برای شهری که اعتماد توش نیست. واقعا متاسفم. ما یه تو جایی که بازی میکنیم، تو شغلی که داریم که اونم فوتباله، اعتماد حرف اولو میزنه. اعتماد بازیکن به مربی، اعتماد مربی به بازیکن، اعتماد بازیکن به بازیکن. جایی که اعتماد نیست واقعا گیجه، نمیتونه چی کار کنه. ولی باز با اون حال به عنوان یه شهروند تا آخرین لحظه این بازی میکنم. شهرام شما شهروند بازی هستی؟ آقای سام عزیز شمایی که تا از اول تا آخر با اسم شما بازی میشد این احساس من شهروند بازی هستی، خودم هم شهروند بازی هستم. امکان نداره فاطیما برام است تو بازی باشه که یه مافیا ما بیرون داده باشیم. من که گفتم باش ساید میبندم، بعد پا میشی شهرامو میزنی، اون برو میزنی، این برو میزنی، بعد حدیث خودت چیکار؟ 3 تا ساید سیاه، 2 تا مافیا، یه چرچیل. اگه دو جفت دوست عزیز شهروند هستید به این 3 دوست اول از همه خانم فاطیما رأی بدیم. یعنی رأی یک کدوممون که من حسی شهروندتون دارم با خودم میدونم که شهروندم بشکنه هیچ شانسی نیست. حالش قبل از مجبورم. ببین آقای علیپور شما نمیتونین کسی که تارگت
بابا من خانم بهار مست رو تارگت میکنم، من خانم ملیکا شریفی نیا رو تارگت میکنم، من آقای مهری رو تارگت میکنم. شما نمیتونین من و خانم بهار مست رو هر دو یار بخونین. من آقای نافر رو سفید میکنم. من آقای نافر از روز بلایند سفید داشتم به خاطر اینکه دقیقاً تارگتاش مشابه تارگتای من بوده. نمیتونین منو با ایشون توی سایت بذارین. به نظرم الان شما شهر رو خریدین و خودتون منفی، یعنی خودتون، منظورم از منفی، من خیلی معذرت میخوام، منظورم این که شما به نظرم ساید سیاه هستین به هر حال. حالا مشکل تو اینه که من و شما رو با هم تارگت کرده. تو خودت منو تارگت داشتی یا؟ خب دیگه نباید به علی پور تارگت بزنی دیگه. حدیثی که مافیاست، گفتم دیروز بازی با کارت ملیکا داشته به شما تارگت میزده. علی پور داری بازی خودتو داری خراب میکنی. تو شهری که دیل جنرال کردیم، نیما نافه پذیرفتیم شهروند این بازی، سعید مهری بست پلیر که وقتی که تو بازی من پشتم گرمه پا میشه روی یک چیز عجیب غریبی نیما نافه شات میکنه، در صورتی که ما اصلا مرگ ژنرالی نخونده که بخوایم بذاریم که مازیار مهرگان ژنرال این بازی بوده. تو این شهر با یک سری چیزهایی که مثلا آقای قائدی خیلی ورود به بازی ندارن، شیدا یوسفی ورود به بازی نداره، من چیکار کنم؟ من نمیتونم از کلام خرگوش در بیارم که. به نظرم یک مافیا از بازی رفته بیرون، اونم سعید مهری داده بیرون دیگه، درسته؟ با آینه که کشیده، پس سعید مهری شهروند بوده، درسته؟ من که رأی 2 ندادم بهش. آقای نوری و شما هم تا جایی که یادم میاد به حدیث رأی 2 دادین، درست میگم؟ شما که ندادین رأی 2 به سعید مهری، درسته؟ درسته؟ خیلی خوب. پس حدیث احتمالا مافیای این بازیه. تمام. در مورد بعدی هم من بین آقای قائدی و شیدا یوسفی یه یاری متصورم. تمام. حالا اگه فکر می‌کنی من در این وضعیت قرمز این بازیه، من تایم دارم، ببخشید، در وضعیت قرمز این بازی داری ساید با من میگیری فلان، باشه من اگه مافیا بودم پوینتم مال تو، خوبه؟ خانم بهار مست خیلی بد بازی میکنید، یا مشکوک بازی میکنید یا حق دارید اینجایی بازی این شکلی بازی بکنید. 100 دفعه فصل بازی رو عوض کردین، خواست سایت بگیره نذاشتین. بابا الان همه شما الان باید بگی شمایی که ژنرال میخواستین چی شد؟ چرا در مورد این حرف نمیزنیم؟ مگه دومین نفری که آقا در مورد ژنرال حرف زدن الان یک دونه مافیا رفته بیرون، بقیه شهرن. آقای مهری کارت آینه کشیده، باید در مورد اون صحبت بکنیم. خانم شما میگی یعنی خانم شریف نیا مافیا نبوده؟ بعد من و خانم شیدا میگیم مشکوکیم. من که دارم خانم شیدا رو میکوبم. خانم شیدا این همه سوتی داده. اونجایی که من بهش میگم شهر، اگه یادتون باشه من اسمم هم اشتباه گفتم شهرها به قول شما داره باگ میده، یعنی تو رو شهر حساب کردم. بعد بلند شدی من و حدیثه و ملیکا رو همه رو کردی توی باکس. بعدم هی میگی ورود به بازی نمیده. از این دیالوگای کلیشه‌ای که فلان در چی ورود به بازی بدم شهر خراب بکنم وقتی چند نفر دیگه تو اتهامن و باید از خودشون دفاع کنن، چالش الکی بگیرم. 4 تا آدم اینجا زیر فشار دارن له میشن، من چالش بگیرم بازی اینا رو خراب بکنم؟ نه اینجوری نیست خانم. ما الان باید یه فکری بکنیم، ریاضیش حساب بکنیم. 1 2 3 4 5 6 نفر تو بازیم، 2 مافیا و 1 چرچیل، 3 نفر دیگه باید تکلیف اینو روشن بکنیم. متشکرم. من میگم که خانم، این جمله آخر، خانم شیدا نمیتونه سفید باشه به دلیل ضد و نقیض بازی کردن و هول بودن و باکس کردن و دونه دونه بریم جلو. متشکرم. تو این وضعیت قرمز آقای قائدی، من که دارم میگم الان اولویت من حدیثه است، دارم میگم بین شما یک مافیا وجود داره. شما میگی من خودم دارم شیدا رو تارگت میکنم. خب منم نگفتم جفتتون با هم مافیا این بازی. بعد میفهمم وضعیت قرمزه ولی اینقدر ناراحتی نداره، داریم میریم جلو دیگه. باید سعی کنیم حرف هم دیگه گوش بدیم. من فکر میکنم علی لوراسبی، حالا نمیدونم، من فکر میکنم علی لوراسبی شات خب الان ما باید بین ملیکا و علی لوراسبی ببینیم که سعید مهری که مثلا در ذهن من شهروند کدومشون رو آینه گذاشته جلو، چه احتمالاً جلو ملیکایی که ساید داشته. علی لوراسبی چجوری از بازی خارج شد؟ چرچیل زدتش، درسته؟ پس شیدا میتونه چرچیل باشه مثلا.
به خاطر اینکه علی لوراسپی مدام به نظرش شیدا مشکوکه این بازی بود. متشکرم. اگه تو چرچیل باشی به نظرم آقای قائدی و حدیثه که در مورد حدیثه صحبت نمی‌کنن میتونن مافیا باشن. فاطمه جون شما چرچیل بازی هستی قربون شکلت برم. آقای لوراسپی کی به من مشکوک بود؟ همش داشت آقا سعیدو میزد. اتفاقا بازی در اومد شما مستقلی، من ببخشید مستقلی رو شما میخوندم به خاطر اینکه ژنرال خاصی از شما دنده عقب گرفتم، ولی اینجا وقتی راجع به 2 تا مافیا تو بازی داری راجع به چلچیل حرف میزنی برای من سیاه میشی. آقای قائدی اطلاعات شما در مورد شب گذشته منو اذیت میکنه. ایشون خود خانم بهارمست داره میگه که خانم ملیکا مافیای بازی بوده، بعد شما میگی مافیا نبوده، خودش دیسلایک میده. شما بعد بین گوش بده شهر گوش بدین، ایشون بین من و خودش داره دیلر چویس میکنه. یعنی چی؟ به من انگ اینو میزنه که تو بازی نیومدی، 1 2 خودش هم تو بازی نیومده، بعد مال خودش شهروندیه مال من شهروندی نیست، میگه که من نیومدم دارم گوش میدم. خب اگه من هی اومدم سوتی دادم تو بازی پس کی تو این شهر بودم؟ شما به فکت تناقض، به فکت آگاهی در شب، به فکت اگریسیو بودن و عصبانی بودن معترض بازی شدی. من امروز به شما رأی میدم، بنده از کارت خودم خبر دارم. خانم حدیث هم برای من سیاه بازیش در نمیاد. اگه بین من و ایشون یک سیاه داری ایشونه. شما کجا شهروندی بر ایشون مستقله؟ فعلا به نظرم مستقله. بذار بازی بره جلو. آقای سام لطفا یه چالش بگیرید صحبت کنید دیگه. بازی انفرادی که نیست. ببخشید با تمام احترام و کمال احترام، بازی گروهی انفرادی نیست. ما هم نیاز داریم که بشنویم، نمیتونیم تنهایی بازی کنیم که. تو الان فاطمه چی داری؟ مافیا داری؟ رأی میدی؟ آقای سام شما فاطمه رو مافیا داری؟ رأی میدی؟ نداری؟ میشه. بعد راست میگه شهرام دیگه. تو از چرچیل خواهش میکنم حداقل با مافیا بازی با ساید شهروند بازی کنه. پاشودی شهرام رو زدی، حدیث رو زدی، همه رو زدی، باید به خارج چی از بازی دیگه. همه مشکوک، همه این بازی مشکوک. هم میشه همچین چیز وقتی شر به شر میزنه با هم تعامل نمیکنن همین میشه دیگه. ببخش خانم بهارمست عزیز، نمیپذیرم شما در شهری باشید و این تعداد از شهر بیرون از شهر باشن. اصلا اینو از شما نمیپذیرم. ببینید اونجا یه سایت گرفته شد، یه گرهی اینجاست دوستان عزیز، گره اینجاست، باید حتما گره باز بشه. خانم بهارمست عزیز خیلی سناریو شب رو آگاهین. من واقعا گیجم. من اصلا نمیدونم دیشب چه اتفاقی افتاده. آقای مهری چی بودن، آقای خانم ملیکا چی بودن. من خودم تارگتم به هر دو عزیز بوده، ولی من ساید آقای مهری، یعنی من چین آقای مهری رو با آقای سام نوری و شمایی که کاورش کردین در میارم. مافیا بوده؟ به نظر مافیا بودن قطعا شما یارشونین. چجوری مافیا بوده؟ من که تارگت سفت و سختم خانم ملیکا بوده. خانم ملیکا تارگت سفت و سختش من بودم. آقای مهری بلند میشن با من توی اصلا چجوری شما چین میبندی؟ چین من با کی در میاد؟ من فقط میتونم الان چرچیل باشم دیگه. اگر که بخوام بپذیرم باید چرچیل باشم. چطور من میتونم از روز بلایند بازی روی مافیایی که شما دارین میفرمایید من هی تارگت کنم، پوشش کنم و امروز بازی من متهم بشم به خاطر همین چیزی که شما دارین سناریوشو از شب آگاهین؟ شما کاملا مشکوکین. اصلا نمیپذیرم شما تو بازی باشین این تعداد از شهر رفته باشن بیرون. نمیپذیرم. یک لحظه من مجبورم حق رأی شما رو بگیرم به خاطر صحبت تو ترن ایشون. بفرمایید. کسی چالش میخواد؟ بفرمایید. ببینید وقتی آقای نیما که شهر من بود با استدلال خودم که ژنرال خواسته بود و مرگ ژنرالی نخواستیم، وقتی که رفت یک داستانی تعریف کرد و وصیتش آقای سعیدو گذاشت. من رأی 2 به سعید دادم. اینکه تحلیل شما چیه؟ فکر می‌کنی الان سعید سفید شهر بوده؟ من هنوز برام باز نشده واقعا. و اینکه میگی مگه میشه این همه سیاه؟ آره دیگه 2 تا مافیا تو بازی، یه دونه مستقل دیگه، یه دونه سیاه از بازی تو استعلاممون بیرون بود. تو چرا گیج میزنی؟ خواهش میکنم ورود به بازی بدین. من اصلا همه ذهنم به هم ریخته. هی میام جلو هی میرم عقب. الان شما برای من سیاهی، شما طبق چیزی که گفتم، شما اصلا تو بازی نمیای. حرفتون برام خیلی مهمه. بفرم.
عرض کنم که من تو بازی میام، اگر که گوش بدید من انواع اقسام حرفا رو میزنم. آقای علیپور عزیز، شما فرمودید که من و شهر